سال 1309 آرامگاه فردوسی ساخته شد و در سال 1313 تمام شد با مبلغ 60,000 تومان. روز افتتاح آرامگاه را طوری محاسبه کردند که اولین هزاره فردوسی شد. رضا شاه پهلوی به فروغی دستور داد تمام عاشقان فردوسی را از سراسر دنیا دعوت کنند. همه دعوت شدند. در توس و فروغی از طرف رضا شاه به آنها خوش آمد گفت. تمام از امریکا، از انگلیس، از روسیه، از عراق، تمام کشورها آمدند در توس، رفتن بالای سر آرامگاه فردوسی. هر کس به زبان خود در وصف فردوسی، بزرگی فردوسی، شاهنامه فردوسی سخن گفت تا نوبت به جمیل ضحاکی رسید، عضو مجلس شورای سنای عراق. مجلس سنای عراق جمیل ضحاکی یکی از عاشقان شاهنامه فردوسی بر بالای مزار فردوسی ایستاد و شعر خواند به زبان فارسی در وصف فردوسی و در وزن شاهنامه. به فردوسی از من سلامی برید، پس از عرض حرمت پیامی برید که ای شاعر خفته در زیر خاک، نهان از نظر دور از جان پاک، سر از خاک بردار و آنگه ببین چه شوریست پهلوی به روی زمین. به 30 سال نوشتی تو شاهنامه را، نیفکندی از دست خود خامه را. در آخر شه غزنه بیداد کرد، درم جای زر داد و ناشاد کرد. ندانست قدر تو را غزنوی، بگو درس گیر از شه پهلوی. باستانی پاکیزی در کتاب شاهنامه آخرش خوش است نوشته است در مدت زمانی که جمیل ضحاکی این اشعار را میخواند رضا شاه همواره گریه میکرد. سپاسگزارم.